نهال سبز پربار و ثمر باش. نگهبان وطن از هر خطر باش. کمر در خدمت ملت ببسته دوام کار نیکوی پدر باش. به هر یک جاده پا میگذاری موفق، کامیاب و با ظفر باش. به رغم دشمنی بدخواه بدکش توی رستم چو رستم تاجور باش. به نام خداوندی که بر ما جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران و عیناً هواداران شبکه کاروان عمر. با شما هستم ابو مدثر. خداوند تنجی و امانی و آسودگی را بر ملت ما، بر وطن عزیز ما تاجیکستان است که ما در این وطن تولد شدیم، به وایه رسیدیم و پدر و مادران ما، بیبی و باباهای ما در همین وطن به وایه رسیدند و در همین وطن دفن شدند. برای همین وظیفه شهروندی ما هست که ما باید پاسبان وطن باشیم. هیچ یک ملت، هیچ یک دولت برای وطن ما دلش نمیسوزد اگر ما خودمان دلسوز نباشیم، ما خودمان یک قول نباشیم. من تا ما نشویم من تنهایم، تو تا ما نشوی تو تنهایی. برای همین دوستان عزیز، هر یک سخن، هر یک جمله هایی که شما بسیارتر در کامنتاری ها می نویسید، این سخن های شما هیچ یگان فایده ندارد، نه برات ضرر به خود شما دارد. یک بار تصور کنید، یک مرد صاحبی در عائله خود صاحبی 5-6 نفر هستند. از همان عائله خود بازور میبراید، از نفقه عائله‌اش. همینطور پس چرا ما اینقدر سخنها میگوییم؟ ما همیشه دعاگوی وطن باشیم، دعاگوی شخصیت باشیم که اول خدا، بعدا همین شخصیت، یعنی که پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سببگار شد که با وعده خود وفا کرد. چی گفت؟ گفت تا با وطن خود صلح نیارم آرام نمیگردم. ما در دولت زندگی داریم که صلح و ثبات پایدار است، صلح و ثبات پایدار است. برای همه دوستان عزیز، هیچگاه ناشکری نکنیم. خدای نکند دولت ما مثل دولت افغانستان میشد، مثل دولت سوریه و دیگر میشد. چیکار میکردیم؟ آرزوی یک دولت تنج را میکردیم. ما امروز که خداوند این نعمت بزرگ را، تنجی و امانی و آسودگی را بر دولت ما داده است، شکرانه کنیم. شکرانه کنیم. به هر یک ثانیه، به هر یک دقیقه و ساعت هایی که ما آباد و آزاد نفس میکشیم شکرانه کنیم. الله تعالی وقتی انسان را که آفرید، رزقش را هم با خودش می آفرد. برای همین سخنهای قبیح، سخنهای ضد اسلام، سخنهای ضد شریعت، سخنهای ضد بی‌معنی که برای فرزند آدم موافق نیست نگویید، خواهش میکنم. دائما تنجی و امانی پای در پای باشد و غریبایی که در غریبی هستند الله همه شما را نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.